السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر و سلامت و صحت و سر حال باشید. محترم، شما به من پیام مانده بودید که درباره استغاثه از اموات چیزی صحبتی باید شود، اما من نتوانستم در ابتدا این مسئله را، چون که کمی مصروف بودم. حال به چند عبارت ها را به شما میخوانم و حوالجات کتاب را برایتان میدهم در مورد استغاثه از اموات. حضرت علامه شامی رحمه الله در فتوای مشهورش که فتوای شامی هست نوشته میکند: ان الانسان اذا ضاع له شيء و اراد ان يرده الله سبحانه علیه. وقتی که ضاع له شيء، یعنی یک انسان وقتی که مفقود گرده، پیش گم شد، میخواست که خداوند جل جلاله همون چیزش را دوباره برایش رد کند، فلیقف علی مکان عال مستقبل القبلة، پس استاد شما میگه در یک مکانی عالی بلند که رو به طرف قبله، و یقرأ فاتحه و یهدی ثوابها علی روح النبی صلی الله علیه و سلم، و بخوانه سوره فاتحه را هدیه بکنه، بخشش کنه، ثوابش به روح نبی علیه الصلاة و سلام، ثم لروح سید احمد بن علوان، و بعد از آن روح به روح سید احمد بن علوان که مرشد علامه شامی هست، و یقول بگوید: یا سید احمد بن علوان، ای سید احمد ابن علوان، ان لم ترد علی ضالتی و الا نزعتک من دیوان الاولیاء، اگر و ان لم ترد علی ضالتی، اگر رد نکردیم بر من چیزی گم شده مرا، یعنی میگوید نزعتک من دیوان الاولیاء، یعنی من نزع میکنم تو را از دفتر و دیوان اولیاء، یعنی در نزد من از اولیاء نیستی. مطلب این: فإن الله يرد عليه ضالته ببرکته، پس به طریق پروردگار رد میکنه بر بالای از یه چیزی گم شده شب به برکت این امین بزرگوار که احمد، یعنی این بزرگوار که سید احمد بن علوان است. یعنی میگوید که وقتی که سخن را گفت، اولیای پروردگار سر جلال میاد در نزد پروردگار عرض میکنه، پروردگار جل جلاله و عظیم شأنه همین چیزش را چه میکند برایش، پس دوباره بر میگرداند. مطلبش این است. همین چونین ایرا دیده میتوانید صفحه 355 تبع فتوای شامی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه از نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه: اذا فلتت دابت احدکم، وقتی که گم شد از پیش شما چارپای یکیتان، بفلات من الارض، با یک جای از زمین، یعنی از زمین چاره نداشتین، فلیقل، پس بگوین: اعینونی عباد الله فان لله فی الارض حاصرا، پس به طریق بگوین کمک بکنین ای بنده های پروردگار، به طریق برای پروردگار در زمین بنده های حاصر، یعنی حصر کننده، حبس کننده روی زمین را گرفته، یعنی از ملائک، جن، رجال غیب و ارواح اولیاء، مردگان که مشکل را حل میکنه. مصنف ابن ابی شیبه صفحه 425 جلد 1 میشه. حسن حسین هم صفحه 202. این بود حدیث شریف. همینچنین تفسیری علامه مظهری رحمه الله، مکتبه حبیبیه، ارک بازار کندهار افغانستان، از قیسان الله صاحب است، در نزد بنده هست. در اینجا علامه قیسان الله پانیپتی تحت آیه شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، اما تحت مثل کنید نوشته بکنه وقد تواتر عن کثیر من الاولیاء، به تواتر رسیده از زیادی از اولیاء، انهم بتقمی اولیاء ینصرون او اولیاءهم، نصرت میکنن به دوستایشان، و یدمرون اعداءهم، و چی میکنن؟ دشمنانشان را هلاک میسازن، و یهدون الی الله من یشاء، و راهنمایی میکند کسی را بخواهد به طرف پروردگار. این تفسیر مظهری است، مجلد اول تحت همین آیات دیده میتوانید.
و همینچنین راهنمایی و اعانت از صاحبان فضل و مردگان هم ثابت است که امام شافعی رحمه الله فرمود وقتی که برای من مشکلی از مسائل پیدا میشد بر قبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رفته 2 رکعت نماز خوانده ثوابش را بر روح امام صاحب هدیه میکردم و از قبرش تبرک میجستم پروردگار با وسیله امام صاحب مشکل و حاجت مرا سریعا حل میکرد. چنانچه صاحب جواهر النفوس میفرماید که امام شافعی رحمه الله گفت قبر امام موسی کاظم به اجابت دعا مجرب است. همچنین بعضی مشایخ میگوید که دیدیم قبر شیخ معروف کرخی که از شاگردای طراز امام ابو حنیفه رحمه الله است و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تصرف داشتند در قبورشان، همچنین در حیاتشان تصرفات داشتند. وقتی که مطالعه امام شافعی رحمه الله در مسائل فقهی بند میشد به نزد قبر امام اعظم رحمت الله علیه مراقبه میشدند، خداوند جل جلاله علم نافع از ابواب فقه را برایش یعنی باز میکرد. همینجوری از بسیار متأخرین فیض حاصل نمودن از زیارت قبر امام صاحب رحمه الله جواهر النفوس کتابی از صفحه 154 دیده میتوانند. دیگر که هستند این مسئله یعنی از مشایخ و از علما خصوص علامه سیستانی رحمه الله فتوایی دارد که در سیرت بزرگان نوشته میکند که کسب فیض کردن رفتن طلب کمک کردن بالاخره همین طور. اگر کسی میگوید علمای دیوبند گفته گپ را میگوید، علامه اشرف علی طحاوی مرید حاجی امدادالله مهاجر مکی است. وقتی که زیارت یعنی تا گنج بخش فارغ شد گفت که تعجب کردم از رعب وی، او سلطانی است که از وفاتش هم تصرف دارد. اعمال قرآنی کتاب است فعلا هست 42 صفحهش دیده میتونه. همینطور صاحب طریقه محمدیه و دیگر همینطور که است در دیگر چیزها میگویند که اولیاء شمشیر در غلافی هستند بعض غلاف بیرون میشد. یا از امام غزالی رحمت الله علیه ابو حامد غزالی رحمه الله کس میگه کل من یستمد به بحیاته یستمد به بعد مماته، کسی که از اون کمک گرفته میشه به حیاتش کمک گرفته میشه بعد وفاتش. همینطور قطب الارشاد حاشیه ابو داود شریف هم صفحه جلد 2 صفحه 109، حاشیه مشکات شریف جلد 1 صفحه 154 لمعات شرح مشکات یعنی جلد 1 صفحه 632. شاه عبدالحق دیروی مطلب مثلا خیلی طولانی تر در اشعه اللمات نوشته کرده که از جلد 1 صفحه 715 می شود. همینچنین شاه عبدالعزیز دیلوی رحمت الله تعالی علیه در تفسیر مشهورش به نام فتح العزیز تحت سوره عبسه همون جلد 1 میشه صفحه 26 این مسئله را میگه که به این جمله میگویند که از اولیای مدفونین و دیگر صلحای مؤمنین انتفاع و استفاده جاری است و آنها را افاده و اعانت نیز متصور است، یعنی تصور کرده می شود. علامه عبدالحی لکنوی حدیث روایت داره اذا تخیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور، وقتی که شما در حیرت شدین در یک امورتان پس شما استعانت بخواید از اهل قبور. مجموعه الفتاوا جلد 3 صفحه 203 مرقات المفاتیح مولا علی قاری صاحب جلد 4 صفحه 116 هم دیده می شود. همینچنین علامه قاضی ثناءالله پاربتی رحمت الله علیه کتاب داره برای ارشاد الطالبین صفحه 27 می فرماید که بعد از فنا بقایی که مناسب باطنی حاصل شود فیض از قبور می توان برداشت، یعنی فیض از قبور برداشته می شود، یعنی این نوع کمک است. همینچنین صفحه 31 هم همینطور مطلب نوشته کرده صفحه 45. بالاخره خلاصه مطلب از این میواره که از این عبارت های زیاد و همینچنین بعضی حوالجات زیاد را برای شما یعنی چیز کردم که دیگر تفاسیر مثل روح بیان یا هم مثل حیات الحیوان دیگر کتبا را عبارت را نقل نمیکنم به خاطر مسئله دراز نشود. خلاصه مطلب این میوارد که استمداد از قبور اولیاء یک امر
جایز است، کدام مشکلی در شریعت ندارد، مثل کسانی که به نام این و آن تابه می لگانند، گپ میزنند، همه در اشتباه رفتن. السلام علیکم و رحمت الله.